نمیدونم بعد از انتشار این ویدیو چه اتفاقی میفته، ولی میدونم بعضی از آدمایی که تا آخر ببیننش آدم سابق نمیشن. این تهدید نیست، هشدارم نیست، فقط آخرین فرصتی که تصمیم بگیری نشنوی. چجوری میشه 300 سال عمر کرد؟ چجوری میشه عمر رو افزایش داد؟ انسان‌های اولیه بدون رعایت هیچ بهداشتی، بدون دکتر و قرص، نه ریزش مو داشتن، نه دندوناشون خراب میشد، نه مثل ما عضلاتشون تحلیل میرفت. نگات میکن. هی حواست با منه، دارم با تو حرف. ترس جواب خیلی از سوالاست. همین الان مغزت آدرنالین ترشح کرد، ضربان قلبت بالا رفت، مردمایی که چشات گشادتر شدن که بتونی بهتر ببینی، تنفست سریعتر شد تا به عضلاتت بیشتر اکسیژن برسه. اگه دردی داشتی دردت برای چند ثانیه کمتر شد تا بدنت روی یه چیز فقط تمرکز کنه، زنده بودن. ترس برای بقا باعث بالا رفتن سطح امنیتی بدن میشه، باعث انجام دادن کارهایی میشه که تا حالا هیچ وقت ازت بر نیومده. ترس قوی ترین محرک برای مغز. کافیه فقط یه شب بیشتر از حد معمول به آینه زل بزنی، اون بها. به ما چه؟ الان یعنی بپسیم بیشتر عمر میکنیم؟ بیشتر یعنی چقدر؟ بیشتر اون کنی که چی کار کنی که الان نمیتونی. من بگو چند سال کافیه واسه این که بگی من زندگی کردم؟ این سوالا رو جواب بده، نه به من، به خودت. اون موقع خیلی چیزا واسه روشن میشه. ابجد منتظرته. نقطه.